سازمان گزارشگران بدون مرز روز 30 اپریل رده‌بندی آزادی بیان در 180 کشوران نشر کرد که تاجیکستان در زینه 155 و یکی از مقام‌های پایان‌ترین قرار دارد. با گفته سازمان سبب نبود آزادی بیان و سخت‌تر شدن سرکوب مطبوعات مستقل و خبرنگاران دیگراندیش است. همکاران ما در صحبت با ژانا کاوالیه مدیر بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی اول از او خواستند احوال مطبوعات تاجیکستان را مختصر ارزیابی کند. تاجیکستان در شاخص نو آزادی بیان از میان 180 کشور در مقام 155 جای گرفت. یک قدم پیش از فلسطین و 7 زینه پایین است قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان. تمام مشکلاتی که بود باقی میماند. در تاجیکستان فضای بدترین برای کار خبرنگاری حکم فرماست. گزارشگران بدون مرز وضع آزادی مطبوعات را در این کشور خیلی سنگین ارزیابی میکنند. افتی سخت‌ترین نشاندادها در سال جاری است نشاندادهای سیاسی برمیآیند که برای سخت‌تر شدن نظارت بر معلومات از جانب دولت ربط میگیرد. در تاجیکستان نشریه‌های جمعیتی وجود ندارند، تنها چند پایگاه زیر نظارت دولت هست که به مواد رسمی تکیه میکنند. مطبوعات مستقل تقریبا وجود ندارد. سرکوب بیرحمانه ادامه دارد. Independent journalism has been nearly wiped out. Repression remains relentless. از ژانا کاوالیه همچنین خواستیم این وضع ناگوار مطبوعات و خبرنگاران در تاجیکستان را با مثال‌های مشخص شرح بدهد. In early 2025, journalist Rukhshana Khakimova and PAIK editor-in-chief Ahmad Ibrahim در اول سال 2025 در پی دادگاه‌های ساخته‌کاری شده خبرنگار رخشانه حکیمووا و سردبیر پایک احمد ابراهیم به مهلت‌های طولانی محکوم شدند. در حال حاضر 9 خبرنگار در رابطه با فعالیت کاری‌شان در زندان قرار دارند. دسترسی به اطلاع مستقل فوق‌العاده محدود است. سامانه‌های منعقد دولت بسته باقی می‌مانند. خبرنگاران نظارت می‌شوند و با حدس و تهدید روبرو هستند. بسیاری ها مجبور شدند کشور را ترک کنند. در چنین شرایط خود سنزور به استراتژی زنده ماندن تبدیل شده است. این وضعیت یک بخشی از سیاست پرزیدنت امام علی رحمان است که در آن وسیله‌های قانونی، سیاسی و اقتصادی برای خاموش کردن دیگراندیشی به طور منظم استفاده می‌شوند. یعنی دو زینه پایین آمدن نشاندادها هنوز تمام قصه نیست. محتوای اساسی این است که در تاجیکستان سال به سال آزادی مطبوعات و ژورنالیستیک مستقل از بین می‌رود. remains crushed with independent journalism now on the brink of disappearing altogether. ژانا کاوالیه نماینده سازمان گزارشگران بدون مرز درباره احوال مطبوعات تاجیکستان صحبت می‌کرد. این سازمان شاخص آزادی مطبوعات را هر سال در آستانه روز آزادی مطبوعات که 3 می تجلیل می‌شود نشر می‌کند.